ماری که مرداب را به مکانی هولناک تبدیل می کند. مار آناکوندا گونه‌ای مار آبزی از تیره اژدرماران بوده که در رودها و مرداب‌های جنگلی آمریکای جنوبی زیست می کند. مار آناکوندا سمی نبوده، ولی قربانیان خود را با پیچیدن بدن به دورانها و در هم فشردن می کشد. در بین چندین گونه این مار، آناکوندای سبز بزرگترین و شناخته شده ترین آنهاست. آناکوندای سبز پس از مار پایتون مشبک یکی از طولانی ترین مارهای جهان بوده که طول آن به بیش از 5 متر می رسد. از لحاظ وزن سنگین ترین مار جهان است که حدود 170 کیلوگرم وزن داشته و 50 کیلوگرم سنگین تر از مار پایتون است. علیرغم شهرت وحشتناک آناکونداها، آنها بخش مهمی از اکوسیستم طبیعت بوده که به تنظیم جمعیت گونه‌های طعمه کمک می‌کنند.